زیباترین مکانهای ایران مرگبارترین رازها رو دارند. اینجا تخت سلیمانه، جایی که تاریخ و افسانه به هم گره خوردند. اما قلب این مکان این دریاچه آرومه. میگن گنج کوروش یا انگشتر سلیمان اینجاست، اما اینا فقط افسانه است. اما واقعیت خیلی تاریک تره. چندین تیم غواصی حرفه‌ای از آلمان و ایران سعی کردن به ته دریاچه برسن تا راز دریاچه رو فاش کنن. هیچ کدوم موفق نشدن. جسد بعضی هاشون هرگز پیدا نشد. انگار دریاچه اونها رو بلعید. تئوری علمی میگه رسوبات و گازهای سمی در عمق هر کسی رو میکشه. اما محلی ها از یک نفرین باستانی حرف میزنن، نیرویی که از گنج محافظت میکنه و مزاحم ها رو حذف میکنه. امروز تخت سلیمان همونقدر زیبا و آرومه، اما رازش رو در اعماق خودش نگه داشته. رازی که برای محافظت ازش حاضر قربانی بگیره. این فقط سرنخ بود. جزئیات کامل و دقیق تر هر پرونده در کانال یوتیوب دارک نید.